خورشت بامیه از اون غذاهای پرطرفدار و محبوبه که امروز با مرغ درست کردم. سلام. برای شروع یک عدد پیاز رو رنده درشت کنید و داخل مقداری روغن سرخ کنید. خوشحال میشم همین ابتدای کار برای حمایت از من ویدیومو لایک کنی، کانالمو سابسکرایب کنی و زنگولش هم فعال کنی که از ویدیوهای بعدی من مطلع بشی. اگه نظر یا انتقادی هم داشتی حتما برام کامنت بذار. وقتی پیاز سرخ و سبک شد، سینه مرغ که اونا رو خورد کردیم رو بهش اضافه میکنیم و هم میذاریم تا مرغ هم سرخ بشه. بعد از اینکه خوب با هم تفت خوردن، ادویه‌های لازم، زردچوبه، فلفل سیاه و پودر سیر رو اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم تا بوی ادویه‌ها بلند شه. حدوداً 5-6 دقیقه زمان میدیم تا خوب با هم تفت بخورن. حالا 3-4 لیوان آب بهش اضافه میکنیم و بعدش در قابلمه رو میبندیم، اجازه میدیم تا به جوش بیاد و بعدش میریم سراغ بامیه ها. داخل یه تابه 4 عدد گوجه رو پوره میکنیم و در مقداری روغن سرخ میکنیم. وقتی گوجه ها یه مقدار سرخ شدن، یک قاشق غذاخوری رو بهش اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم تا ربمون رنگ باز کنه و سسمون خوش رنگ و قرمز بشه. وقتی سسمون چند دقیقه جوشید، حالا بامیه هایی که من بلانچ کردم و تو فریزر گذاشتم رو به سسمون اضافه میکنیم. در تابه رو میبندیم، حدوداً 10 دقیقه زمان میدیم تا خوب با هم سرخ بشن. بعد از 10 دقیقه آماده است. زیرش رو خاموش کنید و به قابلمه گوشتی که در حال پخته اضافه کنید. بعد از اینکه بامیه ها رو اضافه کردید، حدوداً نیم ساعت دیگه زمان بدید با حرارت ملایم تا خورشت بامیمون خوب جا بیفته و لعاب بندازه. بعد از گذشت 40 دقیقه خورشت بامیمون آماده است. بسیار غذای خوشمزه و مقویه. پیشنهاد میکنم یه بارم با مرغ امتحانش کن. مطمئنم عاشق طعم و عطر این غذای بی‌نظیر میشی. نوش جان.